امروز 10 میلیون است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. من شعله گلخوجه هستم در کنارتان و در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. وکیلان توجیک میگویند من بعد اگر کرانتین رو رعایت نکردید زندانی و اگر نقاب نپوشید جریمه میشوید. یعنی اگر نشان دهنده امروز 58 سومون باشد 2116 نهایی تا 290 سومانی پیشنهاد کرده شده است. حکم اعدام برای فروختن معلومات و یا مجازات شخصی که درباره حرکت گنرال ایرانی قاسم سلیمانی اطلاع داده است. سبق از گذشته ها در جنوب قرقیزستان 10 سال پیش در همین روز میان قرقیزها و ازبک تباران نیزوی قومی برخاست. وقتی زره پوشا به اینجا آمدن همه گریخت و آنها دروازه ها را با همین زره پوشا شکسته و تیراندازی سر کرده آتش کشادند. امروز وکیلان مجلس نمایندگان از تعیین جزا برای نداشتن نقاب و پهن کردن اطلاع بر دروغ جانبداری نمودند. به همین ترتیب پخش اخبار غلط در رسانه ها و شبکه‌های اینترنتی درباره پاندمی اکنون جوابگاری دارد. جریمه نشر چنین خبر برای شخصان واقعی و حقوقی از 580 تا بیش از 11000 سومانی را در بر میگیرد. من بعد برای نپوشیدن نقاب نیز جریمه خواهند کرد و در صورت پهنسازی بیماری پشت پنجره زندان میبرند. جزئیات رو علیشیر ظریفی و شهلوی عبدالله در دست دارند. وکیلان پارلمانی تاجیکستان طرحی را قبول کردند که بر اساس آن شخصانی که باعث به پنجشوی بیماری خطرناک میگردند از 2 تا 5 سال و در صورت تکرار یافتن از 5 تا 10 سال به حبس محکوم میشوند. زیرا خصوصیت و درجه خوفناکی جمعیتی جنایتی در شرایط مقرره صادر شده نسبت به کرداری که هنگام پیدایش و پهنشوی بیماری برای انسان خوفناک یا هنگام عملگردانی چاره‌بینی‌های محدود کننده کرانتینی صادر می‌شود از لحاظ وزن‌تر بودن عاقبت‌های خوفناکی جمعیتی آن تفاوت دارد. طرح وارد کردن تغییرات به کدکس جنایی تاجیکستان از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد شده است. در جلسه همچنین تغییر الوه‌ها به کدکس مأموری وارد شد که برای نداشتن نقاب طبی از 2 تا 5 نشان دهنده برای حساب‌ها یعنی تا 290 سومانی جریمه پیش بینی می‌کند. در شرایط پیدایش و پهنشوی بیماری که برای انسان خطرناک است یا اینکه هنگام عملگردانی چاره‌بینی‌های محدود کننده کرانتینی در جای‌های جمعیتی برخلاف طلبات مخصوصی مقامات وکالتدار دولتی در سایه تندرستی به نقاب قرار داشتند به اندازه از 2 تا 5 نشان دهنده، یعنی اگر نشان دهنده امروز 58 سومون باشد 2116 نهایی تا 290 سومانی پیشنهاد کرده شده است. تعیین مجازات برای نقض معیارهای بهداشتی در شرایط پاندمی در حالی است که برخی ساکنان میگویند مجازات راه حل مسئله شده نمیتواند. 290 زیاد است برای اشتراف. فکر میکنم که نفرایی که از این مسئله کمتر کناره‌جویی میکنن، کمتر فارغ بال هستند، برای همین خوب است. مسئله تعیین مجازات برای نقض معیارهای بهداشتی از راه قانونی در حال صورت میگیرد که تا سنه 9 ایون طبق اطلاع رسمی شماره سرایت یافتگان به کووید 19 بیش از 4500 و قربانیان از این بیماری 48 تن را تشکیل داده است. آماری که برخی از آگاهان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن شبهه نموده میگویند چنین آمار میتواند از این بیشتر باشد. ایران یک شخصی را که با انتقال معلومات درباره حرکت یک گنرال ایرانی متهم می شود به اعدام محکوم نمود. ابتدای سال روان گنرال ایرانی قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب ایران توسط هواپیمای بدون سرنشین در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. ماه انور قتل سلیمانی باعث تشنج میان واشنگتن و تهران گردید. سخنگوی دادگاه ایران غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه 9 ایون گفت دادگاه عالی ایران حکم اعدام سید محمود موسوی مجد را به تغییر گذاشت. این محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی رو جمع آوری کرده بود و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد و شعبه 19 دیوان عالی کشور هم اخیراً این حکم رو تأیید کرده.
با گفته همین منبع محکوم شده از نام اداره‌های مرکزی کشفی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل پول زیادی به دست آورد. معلوماتی که او در مقابل پول فروخت برای کشتار گنرال سلیمانی استفاده شد. بعد کشتار سلیمانی ایران یک پایگاه آمریکایی عراق را موشکباران نموده با 110 نظامی آمریکا آسیب رساند. رو می‌ریم با موضوع دیگر. امروز در جنوب قرقیزستان مراسم یادبود دهمین سالگرد جنجال قومی در شهر اوش دایر شده. پرزیدنت قرقیزستان در زیر مجسمه قربانی‌ها گل گذاشت. سورونبوی جیمبکوف همچنین با پیوندان هلاک شده‌ها صحبت کرد. جیمبکوف در پیام خود گفت حوادث ماه ایون سال 2010 مشکل‌ترین سنجش برای دولت قرقیزستان بود و گذشته باید برای تحکیم وحدت و رشد ملت سبق شود. نزاع‌های قومی که میان ازبک‌ها و قرقیزای ساکن جنوب قرقیزستان در سال پیش سر زد جان صدها نفر را گرفت. آتش نزاع در دومین شهر کلانترین کشور اوش علنگه زد و با کشتارهای بیرحمانه نابود کردن هزارها خانه‌های مردم ازبک و قرقیز و به طور دست جمعی پیدا شدن ازبک‌های محلی سبب شد. ژورنالیستان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که خشونت‌های 10 سال پیش را پوشش دادند به تحولات آن حوادث رو آوردند. خشونت‌هایی که میان نمایندگان قوم‌های ازبک و قرقیز در ماه ایون سال 2010 سر زد، غیر چشم داشت و بیرحمانه بود. صدها نفر جان داد. آن زمان این مرد ازبک در صحبت با رادیوی آزادی دیده‌هایش را نقل کرده بود. آنجا پیرانسالان، جوانان، معیوبان بودند. حملگران تیراندازی می‌کردند و می‌کشتند. در اینجا 4 جسد خواب بود، 3 پسر جوان و 1 زن پیر. خشونت در دومین شهر عظیمترین و سرجمعیت و بسیار ملت قرقیزستان، شهر اوش سر زد. طبق گزارش‌ها نزاع از جنجال در یک قمارخانه محلی شروع شد. خشونت‌ها به زودی به جلال آباد، بازار قربان و دیگر شهر و مناطق جنوب پهن گردید. چند هزار خانه و بینا پره خراب شد. اینجا خانه‌های سوخته ازبک‌ها، انا آنجا یک خانه قرقیز. نگاه کنید، با آن هیچ چیز نشده است، حتی تیریزه‌هایش نشکسته است. در اوج حمله‌های خشونتبار خانه‌های قرقیزها هم آسیب دید، ولی اکثر حمله‌ها بالای خانه‌های ازبک‌های محلی بودند. نقش نیروهای امنیتی بحث برانگیز است. گزارش‌های نشر شد که مردان نظامی پوش سوار زره پوش‌ها به محله‌های ازبک نشین وارد شدند. مقامات ادعا کردند که لباس‌های نظامی و ماشین‌ها دزدیده شدند. آن زمان این مرد ازبک صحنه خشونت‌ها را چنین تصویر کرد. وقتی زره پوش‌ها به اینجا آمدند همه گریخت و آنها دروازه‌ها را با همین زره پوش‌ها شکسته به تیراندازی سر کرده آتش کشادند. یک تحقیقات بین المللی میگوید در این خشونت‌ها 470 نفر کشته شد. تخمیناً 3/4 آنها ازبک ها بودند و باقی مانده ها قرقیز. ارنست نورماتوف خبرنگار رادیوی آزادی در زمان حادثه های اوش در این شهر زندگی میکرد. خانه ها دود میکرد، ماشین ها را آتش میزدند. من شهری را که در آن زندگی کردم نشناختم. در کوچه ها بسیاری ها با کلتک های آهنی و نقاب میگشتند. دیدن اینکه نفرانی که دیروز دوست و برادر خونی بودند و در آن واحد به دشمن تبدیل شدند بسیار دردناک بود. جاناربек اوقویف سابق خبرنگار رادیوی آزادی و حالا عضو پارلمان قرقیزستان است. او هم شاهدی بی‌نظمی ها بود. ما گروه جوانهای بسیار با غضب را دیدیم که سلاح‌های نظامیان را به دست گرفته آماده بودند هر کس و هر چیز را کشته و نابود کنند. در یک روز شهر به میدان جنگ تبدیل شد و آتش علنگه زد. دود آتش و جسدهای خونالود به چشم می رسید.
خبرنگار رادیوی آزادی بروس پنیر که چند روز بعد حادثه ها به این شهر رسید درباره خشونت ها در این شهر گزارش ها نوشته است. چندین حادثه رخ داد که درباره‌شان به من مردم نقل کردند. ازدحام مردم اول در راه کسی را تعقیب کرده، بعدا آنها را به زمین پخش کرده، از بالایش بنزین ریخته آتش زده است. از ترس جان خود صدها هزار ازبک رو به فرار آوردند. بسیارشان در قرارگاه‌های مهاجران در خط مرز با ازبکستان جای گرفتند. در خشونت‌های سرزده کی گناهکار بود؟ این سوال همانا بی پاسخ میماند. حادثه ها چند هفته بعد آن سر زد که پرزیدنت قرقیزستان قورمانبک باقیف در پی اعتراضهای مردمی از قدرت برکنار شد و در کشور خلای قدرت ایجاد شده بود. برخی نیروهای وفادار به باقیف را در تحریک خشونت‌ها و بی‌ثبات کردن کار حکومت نو گناهکار کردند، ولی این چیز اثبات نشد. همین چیز معلوم است که روابط ساکنان ازبک و قرقیز تا هنوز پرتنش باقی میماند. برمیگردیم به تاجیکستان و به موضوع کرونا ویروس. بیماری کووید 19 در سراسر جهان بار دیگر نقش بارزی پزشکان را در راه نجات انسانها به نمایش گذاشت. در اکثر دولت‌ها هر روز در شبکه‌های اجتماعی کاربران طبیبان را قهرمان‌های زمان نام میبرند و برایشان کف میکوبند. تاجیکستان نیز در این راستا استثنا نیست. کاربران تاجیک هم نه تنها از کار و پایگاری پزشکان ستایش میکنند، بلکه برای حفظ جان آنها در این نبرد سهم خود را میگذارند. محمود جان رحمتزاده در همین باره گزارش دارد. فعالان گروه فیسبوکی کلاب من در حجم 200,000 سومانی به بیمارخانه‌های منطقه کلاب کمک کردند. اقدام تشکر به طبیبان را فعالان این گروه یک ماه پیش راه اندازی کرده به بیمارخانه‌های 9 شهر و ناحیه منطقه لوازمات طبی دسترس کردند. این کمک دوم در دایره همین اقدام است. فعالان گروه میگویند مرحله اول کمک ها 63,000 سومانی را در بر میگرفت و اساساً مواد طبی، بهداشتی و لباس های محافظتی آورده به طبیبان تقدیم کرده بودند. با این وسیله کمی هم باشد سهم خود را در یک جایگی با فعالان، صاحبکاران و جوانانی بگیم خیرخواه در این نبردم گویم خطا نمیکنیم گذاشته ایستاده ایم. در مرحله نوبتی کمک ها 12 نمود نامگوی لوازمات طبی را آورده به سرطبیبان سپردند. بله، در مرحله نوبتی زیاده از 12 نامگو با مبلغ 200,000 سومانی، زیاده از 200,000 سومانی تشکیل می‌دهد. مرحله اولین ما مرحله یکم گیم کمتر محدودتر بود، 14 نامگو و 65,000 سومانی بود. در این مرحله ما تصمیم گرفتیم که همه بیمارخانه‌های شهر نوای منطقه را در بر گیریم و با این لوازمات طبی مساعدت کنیم، سهم خود را گذاریم. این کمک ها در حال رسیدند که بعدی به قید گرفتن بیماری همگیر در تاجیکستان اکثر طبیبان شکایت می‌کردند که به مواد طبی، بهداشتی و لباس های محافظتی نیاز دارند. با پنهان شدن ویروس کرونا در تاجیکستان، فعالان جامعه شهروندی در چند منطقه کشور برای کمک به طبیبان مبلغ جمع کردند. هرچند مقامات میگوید بیمارخانه‌ها با مواد ضروری تامینند، پخش عکس و شکایت‌های جداگانه طبیبان برعکس گفته مقامات را نشان میداد. و با وجود بسته بودن مرز قزاقستان و ازبکستان در دوام تقریبا یک هفته 140 شهروندی تاجیکستان در گذرگاه سرحدی ژیبکژولی جمع آمدند. این گروه دوم شهروندان تاجیکستان است که در مرز جمع میشوند و از مقامات طلب دارند برای بازگشتشان به وطن کمک رسانند. در میان آنها زنان از جمله یک زن حامله نیز هست. تجمع گروه دوم مهاجران در گذرگاه مرزی بعد 3 ایون مشاهده می شود. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای آشنایی با خبرهای نو از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. گزارش‌های روز و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعالان. بینندگان عزیز، من فردا صبح بر وقت همه شما را در نوید بامدادی منتظر خواهم بود. تا ملاقات فردا، خدا نگهدارتان.